برادری از من میپرسد که اویله من، زن من میخواهد که پدر و مادرش خبرگیری رود، ولی مادرم نمیگذارد که پدر و مادرش رفته خبر گیرد. آیا در همین حالت من چیکار کنم؟ برادرای خیلی عزیز گرامی، از همین فلاکتی بگیم یا هلاکتی یا از همین شومی طلاق بسیار باور کنید مانده هم شدیم، خسته هم شدیم. همین کارها سببگاری بگیم ویران شدن زندگی ها می شود. مصلحت ما بر هر یک مادر، مصلحت ما بر هر یک شوهر همینه که وقتی که اویله های شما میخواهند که مادراشون رفته خبرگیری کنند، در این صورت یگان مانگی یا یگان سبب پیش نیارید. بگذارین همو اویله های شما رفته مادراشون خبر بگیرن. مادراتون هم حتی باید در این حالت اگر مادری بگیم خیلی دور اندیش باشه و مادری بگیم که زندگی فرزندش اندیشه میکردگی باشد، در این خیال حالتی که وقتی که کیرین میگد که میخواهم مادر ما یا پدر ما یا اپا ما یک اولاد ما خبرگیری برم یا یک مصیبت آمده است خانمون رفتن در کار، در این خیال حالت ها مادرها باید فرزندا را وظیفه‌دار کنند که بچه‌ام زن تا مقصد دست خالی نه، برای از مگزین بعضی میده چویده خرید که بر در دست آتش کسی باشد، مقصد در خانه شما بسپارو، با اونا سلام علیکم دعای نیکشون بگیر بچه‌م گشته بیو. انا این بهترینی مصلحت و نصیحت برای هر یک مرد، برای هر یک خوشتامن، برای هر کسی که بگیم هست. انامین برادر عزیز مصلحت منه. هیچ وقت مانع نشین، زیرا وقتی که شما میگین که نه نمیرای او میروه. وقتی میگین نمیرای، وقتی مادری تو سختگیری میکنه یا خودی تو سختگیری میکنین یا یک راضیین یک راضی نیستین، این زن برای مثال زیارت مادرش پدرش حتما میروه، به اجازت شما میروه. بعد چی میشه کار؟ از این لحاظ باید در این مسئله یگان تایمو مانگی نکنید. بین این بیچاره نمیگه که من بازار تماشا میرم، این نمیگه که من یگان آشخانه مقصد نان آبخوری میرم، این نمیگه که مقصد من در کوچه ها یک برآمده تماشا کنم، مقصد در درون خانه دلگیر شدم. این بیچاره گپ نمیگه، فقط میخواهد که رفته یک دیدار پدر و مادرش ببینم. دیدار پدر و مادر برای همه عزیزه، چلی که برای خود در پیش آچتی در پیش آتتی دائم نگهشون میکنی، برای این هم لازمه در کاری که اونها را یک بار خبرگیری کنن، خانه و دری پدرش بگیم یک بارک برای ببینه. اینا در کارن، اینا لازمن. در این خیال حالت شما ماشین قرار بتین، خرید کنین، اویله ها تونه آخی اینا باید در پیش شما احترام داشتن، قدردانی باید داشته باشن. گرفته برده مثال با یک آبرو بگیم پیش همون نزدیکاش برسانه، با پناه به خدا کن همون روزات معین که یک هفته 10 روزه 3 روزه بگذارش گشته بیو. انشاءالله در این حالت زندگیتون باور کنین مثل همون شیر و شکر می شود. چقدر زندگی با فهم می شود، چقدر بگیم برکت خیر در زندگیتون می شود. هیچ وقت مانع نشین در رفتن زناتون. مثلا که هر یک کدام ما برادرای عزیز وظیفه داریم که وقتی همین زنها در درون خانه، ببین خیلی آدم دلگیر میشه، همین خودت یک روز در خانه بیست ببین چه احوال میشه. وقتی دلگیر میشه حد یقل در 3 روز در یک هفته یک بارک آیلتا کودکاتا بگیر برای یک جای بشینین، یک جای سرجمع صدها جای نشست شرایط خوب امروز فراهم شدگی بشینین، او نان بخورین، صحبت کنین، با خیسته مقصد به یک وقتی خوش بیین. انا اینا میگن زندگی و انا اینا میگن معنای زندگی و انا اینا میگن احترام زن شوهر.
خدای مهربان همه تا نگهبان باشد. الله حفظ کنه.